حزب naҳзати исломӣ با پخش بایانیه گفت که یک عضو رایوستی عالی این سازمان ممنوع در تاجیکستان شاهنامه کریم شامی 9 اکتبر در فرودگاه شهر آتن یونان بازداشت شد. بازداشت این شهروند 57 ساله تاجیکستان به تاکید محمود جان فیض رحمانوف سخنگوی حزب ممنوع نهضت اسلامی با طلب پلیس بین‌المللی انتیقال صورت گرفته است. هینیت بعد از آشوب مسلحانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 ممنوع و تروریستی اعلان شد. در پی آن 13 عضو ریاست حزب بازداشت و به مهلت طولانی زندان از جمله 2 نفر آنها به حبس ابد محکوم شدند. همه محکوم شده ها پرونده های خود را دور از واقعیت و هم دارای انگیزه های سیاسی مینامند. به اطلاع هینیت شاهنامه کریم از آن اعضای حزب است که قبل از این رویدادها تاجیکستان را ترک کرده طی 2 سال باز در ترکیه و ایران به سر میبرد. شاهنامه کریم صاحب 5 فرزند است و خانواده‌اش در تاجیکستان قرار دارد. محمود جان فیض رحمانوف روز 11 اکتبر به رادیو آزادی گفت شاهنامه کریم در جلسه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اشتراک کرد که روز 22 سپتامبر به کار خود انجام داد. روز 9 اکتبر به گفته او در راه بازگشت از ورشو به سمت تهران شاهنامه کریم از جانب مرزبانان یونانی در منطقه ترانزیتی فرودگاه بین‌المللی شهر آتن بازداشت شد. او به زودی با وکیل دفاع تامین خواهد شد، گفت فیض رحمانوف. سبب بازداشت او در فهرست اینترپول قرار داشتن اسمش بوده است. اسم او همچنان در فهرست گمانبران هم جای داده شده است که به نام رویخط شخصانی در کافتکاب بین‌المللی قرار داشته بانک ملی تاجیکستان نشر شد. در حالی که معلوم نیست اتهام این شخص چیست و از روی کدام ماده کدکس جنایی مورد پیگرد قرار داده شده است، فیض رحمانوف گفت اسم شاهنامه کریم در چند پرونده جنایی اعضای هینیت وارد شده است. وی گفت از روی اطلاع رهبریت هینیت این شهروند تاجیکستان بعد از یک روز بازداشت در تاریخ 10 اکتبر به بازداشتگاه منطقه مأموری کاریداللوس واقع در 7 کیلومتری غرب شهر آتن انتقال داده شد. با سوال رادیو آزادی درباره فعالیت‌های حزبی شاهنامه کریم محمود جان فیض رحمانوف گفت عضو شورای سیاسی حزب و عضو ریاست عالی بودند. هرچند شاید با ژورنالیست‌ها و با اینها بسیار صحبت نکرده باشد، نامش در رسانه نرفته است، ولی همه می‌دانند که یک آدمی با نفوذ بود در داخل حزب و یکی از شخصیت‌های نزدیک به استاد سید عبدالله نوری بود. از اوایل همین تأسیس حزب این در همین حزب نقش داشت. در همین حال مقامات انتظامی تاجیکستان در رابطه با خبر بازداشت یک عضو ریاست هینیت در یونان اظهار بی‌خبری کرده میگویند درباره این حادثه فعلا اطلاعی رسمی دریافت نشده است. از جمله فردوس حیاتزاده مسئول دفتر مطبوعات دادستانی کل در رابطه با بازداشت فعال حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در آتن گفت از این بازداشت از طریق وسایط اخبار عموم آگاه شدند. وی گفت در رابطه با شخصیت کوزوف معلومات در دست ندارد. در اظهارات هینیت گفته می شود که برابر خبر بازداشت این سیاستمدار به مقامات پلیس بین‌المللی در آتن نامه رهبریت حزب ارسال شده سیاسی بودن اتهامی علیه او شرح داده شده است. اینچنین گفته می شود که اکثر سازمان‌های بین‌المللی مثل دیدبان حقوق بشر، خانه آزادی، فریدم ناو، شورای مهاجرت یونان و غیره وارد قضیه او گشته برای رسانیدن کمک حقوقی آمادگی خود را اظهار نمودند. شاهنامه کریم با وجود آنکه چهره مطبوعاتی نبود از اعضای سابقه‌دار هینیت به شمار رفته در سالهای گذشته دست راست سید عبدالله نوری مؤسس و رهبر اولی این حزب بوده است. او در ماه سپتامبر سال 2015 در مرحله که اعضای هینیت در نواحی و ولایت‌ها مورد تعقیب قرار داشتند به روسیه و از آنجا به ایران رفته است. در ماه سپتامبر سال 2015 دادستانی کل هینیت را ممنوع و تروریستی اعلان کرد. شاهنامه کریمی 57 ساله زاده منطقه یزغلامی ناحیه ونج بوده 4 دفعه در حوزه انتخاباتی ونج از جانب هینیت نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است. زمانی در تاجیکستان فعالیت کردن هینیت شاهنامه کریم در دپارتمنت روابط خارجی این حزب به صفت معاون رئیس و سپر رئیس این دپارتمنت کار کرده است.